سلام درود، انا بلیس هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. توی این ویدیو اومدیم سراغ چالش با ترکیب کماندار یا هم آرچر. و اینکه ویدیو قبلی در مورد چالش قبلی در مورد بربر بود. الان اومدیم سراغ آرچرها و ببینیم که آیا میتونیم حریفان رو شکست بدیم. و برای این کار اومدیم روی اکانت دومیمون و همونطور که این لول 15 و قابل توجهه. آره خوبه. و اینکه دیگه وقت نمیگیرم، بریم سراغ ادامه. خب اینه که زدیم. اول باید اینجا بفرستیم، اینا هم باید درگیر کنیم، خمپاره هم باید درگیر کنیم که دیگه بله. خب الان به شدت عالی داریم پیش میریم. فکر کنم نتونیم بزنیمش چون یه خورده با آرچر سخته که بری داخل. الان خمپاراش داره اذیت میکنه آرچر رو. خب یه ستاره رو گرفتیم ازش، نصف این 17 تا کاپ رو میتونیم بگیریم. خلاصه خیلی خبر خوبیه برای ما. اوکی داریم میریم بالاتر، همینجوری ادامه پیدا کنیم میتونیم بگیریم. این هم که داره آزمایشگاه رو میزنه، آزمایشگاه رو زد و چند تا 69 تا 70 نرسید، ولی خب به هر حال 69% تونستیم صدمه وارد کنیم. و بله الان اگه مثلا جاینت بود میتونستی حرکتی بزنه و از پس این خمپاره ها برمیومد. الان خمپاره رو زدیم، الان نصف کار جلو رفت. بله این از این. الان رفتن سراغ آرچر تاور، اینم زدیم. خب 13 تا کاپو گرفتیم الحمدلله. پولم افتید. به به ثروت. تمام. و دیگه این بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. اگه دوست داشتید لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، چنل رو براشون بزنید تا همه باشید. این بود از این ویدیو. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. و اینکه یک حرف دیگه باقی میمونه، اونم اینه که اگر میخواید برای ویدیوهای دیگه همون مثلا نقدی کنید، انتقادی کنید و ایده ای دارید برای ویدیوهای بعدی، حتما از من تو کامنت بنویسید. پین میکنم، لایک میکنم و اون رو عملی میکنم. دمتون گرم، دوستون دارم. تا ویدیو بعدی، گود بای.